من 9 ویژگی رو در مورد احترام در رابطه براتون لیست کردم. البته این ویژگی ها اصلا قرار نیستش که این 9 تا ویژگی کامل باشه، اما میتونیم بگیم تا حد زیادی جامع هستش. من سروش حجازی هستم. اینجا هم کانال سایکولوژی فور شاین هستش. اگر تا الان در کانال ما عضو نیستید، خیلی راحت میتونید با زدن سابسکرایب در کانال ما ثبت نام کنید به صورت رایگان و پیشنهاد میکنم که زنگوله‌ای هم که در پایین ویدیو قرار داره اون تیکش رو هم بزنید که هر موقع ما ویدیوی جدیدی قرار دادیم یوتیوب به شما نوتیف بده و شما از اون ویدیوها مطلع بشید. با ما همراه باشید. سه قدم اساسی برای هر رابطه من تعریف کردم که گفتم که قدم اول ساختن پایه‌های محکم برای رابطه هستش. ساختن ستون‌هایی که رابطه رو روی اون استوار کنید. اگر میخواید بدونید که این پایه‌ها چه چیزهایی هستش، میتونید ویدیویی که در بالای سر من گذاشته میشه رو تماشا کنید و با این سه قدم اساسی برای رابطه آشنا بشید. اما تو قدم اول که همون ساختن پایه‌های محکم برای رابطه هستش، گفتیم که اجزای مختلفی داره که یکی از این اجزا احترام هستش. احترام یکی از بنیادی ترین و مهمترین پایه‌های هر رابطه عاشقانه، هر رابطه کارآمد و هر رابطه سالم هستش. احترام توی رابطه به معنای قدردانی و ارزش قائل شدن برای افکار، احساسات، نیازها، خواسته ها، رفتارها و نظرات طرف مقابلتون، حتی زمانی که با اونها موافق نیستید هستش. یعنی اصلا و اساسا ممکنه شما با این نیازها، افکار، احساسات، خواسته ها و رفتارها موافق نباشید، اما براشون ارزش قائلید و اینها رو قدردانی میکنید و به رسمیت میشناسید. این رفتار شما باعث میشه یک فضای امن و صمیمی بین شما و طرف مقابلتون شکل بگیره که تو این فضا دیگه دو نفر ترس از طرد شدن، ترس از تحقیر شدن، ترس از قضاوت و ترس از تمسخر یا هر چیزی که باعث بشه که این از همدیگه شما فاصله بگیرید رو ندارن. یعنی به نوعی یک فضای امنی شکل میگیره که تو این فضای امن دو نفر میتونن آزادانه خودشون باشن و بدون اینکه ترس از قضاوت شدن داشته باشن نیازهاشون رو بیان کنن، ابراز کنن، احساساتشون رو با طرف مقابلشون در میون بذارن. کارل راجرز، روانشناس معاصر آمریکایی، احترام رو به معنای پذیرش بی‌قید و شرط طرف مقابل زمانی که با اون موافق نیستید میدونه و این احترام به معنای ایجاد فضای امن و صمیمی هستش که توی اون افراد میتونن آزادانه خودشون باشن. حالا این نکته رو اینجا در نظر بگیرید. وقتی ما میگیم احترام به معنای ترس نیستش. یعنی شما قدردانی میکنید از طرف مقابل، شما ارزش قائل میشید برای طرف مقابل، برای نیازهاش، برای افکارش، برای احساساتش، برای خواسته هاش. دقت میکنید این با اینکه شما به خاطر ترس از طرف مقابل یک سری موضوعاتی رو رعایت کنید کاملا متفاوته. حالا که با مفهوم احترام توی رابطه آشنا شدید، میخوایم یک مقدار احترام تو رابطه رو بسط بدیم و در مورد ویژگی‌های احترام توی رابطه صحبت کنیم. این که چه رابطه‌ای اصلا و اساسا میشه راجبش این نظر رو داد که ویژگی احترام رو در خودش داره. خب دوستان عزیز، من 9 ویژگی رو در مورد احترام در رابطه براتون لیست کردم. البته این ویژگی‌ها اصلا قرار نیستش که این 9 تا ویژگی کامل باشه، اما میتونیم بگیم تا حد زیادی جامع هستش. بنابراین من این 9 تا رو به شما عنوان میکنم. شما هم اگر ویژگی به ذهنتون رسید که احترام در یک رابطه سالم و عاشقانه رو میرسونه، حتما برای ما کامنت بذارید و ما از فرمایشات شما دوستان هم بهره مند میشیم. اما این 9 ویژگی چیه؟
ویژگی اول توجه کردن هستش. دقت کنید، این که شما به خواسته ها، نیازها، افکار، احساسات، رفتار و بیان نظرات طرف مقابلتون توجه کنید. این توجه کردن باعث میشه یک فضای امنی شکل بگیره و طرفتون متوجه این بشه که شما شیشتونگتون با ایشونه و خیلی راحت و با اطمینان میتونه موضوعش رو با شما در میون بذاره و از در میون گذاشتن این موضوع از شما احترام دریافت کنه. موضوع دوم همدلی کردن هستش. ببینید من یه ویدیوی جداگانه راجع به موضوع همدلی، اینکه کلا همدلی چی هستش، اشکالش به چه صورته، به چه صورت میشه تقویتش کرد و به چه صورت میشه ارتقاش داد، راجع به اون حتما یه ویدیو میذارم. اما اینجا به صورت خلاصه بگم اینکه وقتی صحبت از همدلی میشه، همدلی کردن یعنی شما بتونید طرف مقابلتون رو درک کنید. توی این درک کردن بتونید موقعیت طرف مقابلتون رو هم درک کنید و بتونید شرایطی که طرف مقابلتون توش زیست کرده رو هم درک کنید. یعنی خودتون رو جای اون طرف مقابل بذارید، با عینک طرف مقابل دنیا رو ببینید و با کفش‌های طرف مقابل قدم بزنید. در محیط و فضایی که طرف مقابلتون داره از اون فضا قدم میزنه یا اصطلاحاً از اون فضا صحبت میکنه. خب این همدلی کردن به تعریفی که الان از من شنیدید یک مقدار موضوع ساده ای نیستش. یعنی اینجوری نیستش که من به یه نفر بگم من باهات دارم همدلی میکنم، من درکت میکنم و اینجا پروسه همدلی کامل شده باشه. همدلی کردن یک مهارتیه که نیاز قطعاً به گوش دادن فعال داره، نیاز به فکر کردن، نیاز به اطلاعات داشتن داره و البته یک سری مواردی هستش که توی مهارت همدلی کردن قطعا تو ویدیویی که در اختیارتون میذارم به شما آموزش میدم. موضوع سوم که میخوام راجع بهش صحبت کنم بحث اعتماد هستش. بله، اعتماد اگه یادتون باشه توی همون ویدیوی قبلی راجع بهش صحبت کردیم که غیر از احترام، اعتماد هم یکی از پایه‌های اصلی توی رابطه هستش. اما نکته جالب اینه که اعتماد اگر توی یک رابطه در جریان باشه، خود این اعتماده میتونه احترام رو افزایش بده. اما حالا این اعتماد چیه؟ من حتما راجع به اعتماد هم یک ویدیوی جداگانه ضبط میکنم. اما اینکه شما بتونید به قولها و تعهدات خودتون عمل کنید، اینکه شما بتونید محرمانگی ها و رازهای طرف مقابلتون رو حفظ کنید و این رو به طرف مقابلتون این احساس رو منتقل کنید که ببین من رازدارتم، من محرمتم، من آدمی هستم که تو میتونی روی من حساب بکنی و من تکیه کنی. این باعث شکل‌گیری اعتماد توی رابطه میشه. موضوعش رو الان باز نمی کنم چون موضوعش یک موضوع مفصله. به صورت خلاصه و سربسته این مفهوم رو براتون توضیح دادم و یادتون باشه اگر اعتماد توی رابطه بالا بره باعث میشه که احترام هم توی رابطه افزایش پیدا کنه. موضوع چهارم صداقت هستش. حتی اگر گفتن راستش براتون سخته حتما بگید. حتی اگر حقیقت دردناکه با طرف مقابلتون درگیرش بذارید. این باعث میشه که احترام شما توی رابطه افزایش پیدا کنه. موضوع پنجم برابری هستش. اینکه شریک زندگی خودتون، پارتنر خودتون، طرف مقابل خودتون رو با خودتون برابر بدونید و به آزادی و استقلال اون اهمیت بدید و برای آزادی و استقلال اون ارزش قائل بشید و آزادی و استقلال اون رو به رسمیت بشناسید. این باعث میشه شما و طرف مقابلتون به یک برابری در رابطه برسید که این برابری خودش باعث میشه احترام در رابطه شما افزایش پیدا کنه. موضوع ششم تواضع هستش. این که آقا وقتی یه اشتباهی میکنید از طرف مقابلتون عذرخواهی کنید. من افرادی رو دیدم که انگار عذرخواهی کردن رو میذارم به حساب کوچیک شدن یا تحقیر شدن. عذرخواهی کردن تواضع رو میرسونه و این تواضع
باعث میشه احترام تو رابطه شما شکل بگیره. اگر عذرخواهی کردن براتون سخته، اگر عذرخواهی کردن از طرف مقابلتون براتون دشواره، این رو میتونید با تمرین و تکرار و پشتکار بهش برسید. موضوع هفتم بحث بخشش هستش. اینکه اشتباهات و خطاهای طرف مقابلتون رو ببخشید و کینه به دل نگیرید. در مقابل اشتباهات و خطاهای طرف مقابل شما میتونید راهکار سازنده داشته باشید. میتونید بشینید فکر کنید که این اشتباه چرا به وجود اومد، چجوری میتونیم جلوش رو بگیریم، چجوری میتونیم مانع از این بشیم که این اشتباه اتفاق نیفته و از دل این اشتباه ما میتونیم چه نتیجه گیری های مفیدی برای خودمون و طرف مقابلمون داشته باشیم. البته راجع به این موضوع هم من حتما ویدیو میذارم و در خدمت شما عزیزان قرار میدم. موضوع هشتم حمایت کردن هستش. حمایت، اینکه تو لحظات سخت و چالش برانگیز کنار طرف مقابلتون باشید و بهش این احساس رو بدید که دارید ازش حمایت میکنید. نکته جالب اینه که این حمایت کردن باعث میشه که احترام توی رابطه افزایش پیدا کنه. و اما موضوع نهم و موضوع آخر بحث قدردانی کردن هستش. اینکه از تلاش ها، از فداکاری ها، از محبت ها، از حمایت ها، از اعتماد کردن های طرف مقابلتون قدردانی کنید، سپاسگزاری کنید، به زبون بیارید، بیان کنید. همین بیان و به زبون آوردن این قدردانی و سپاسگزاری باعث میشه که احترام تو رابطه شما افزایش پیدا کنه.